میگم تو از اینایی که آدم اذیتت میکنه بعد خیلی با آدم میچسبه. دیدی چه کسچری گفت؟ کخ میرزه به کخ میریزه. این کخ یعنی چی؟ کخ نمیدونی یعنی چی؟ نه. یعنی این اذیتت کنه. آها. تو چند سالته؟ من نه خب نگفتی چند سالت، اول بود چند سالتی که من بفهم چند سالت. من من 18. 18 سالته، چقدر خوب. 9 سال ازت بزرگترم. چرا خوبه دیگه، به من ام. بگو دخترم. آره دخترم من چطوری؟ سمبالا دوست دارم. این بده، این بده، این بده. ای جان. الهی بمیرم. سن بالا دوست داری دن سرویس. آره تو رو دوست اه، دارم. الهی بمیرم. 18 سالته واقعا تو؟ آره بهت دارم میخوره میشم 15 سال. 19. بهت میخوره 15 سالت بشه. نه 18 هم دارم میشم فروردین 13 بده تولدم. گفتم واسم کادو بخر یادت نره. به تخمم اینم داداشمه، به تخم اونم هست. اوه یس. چی آره میخوای؟ ولنتاین نزدیکش. اوه چی برام ولنتاین. میخری؟ Sound. It's long, a schlong, a marvelous dong. Everyone knows it's dildo. ولنتاین فکر کنم تموم اینا 26م میشه. آخه آره. ما سینگلا دیگه نمیدونیم که دیگه، فقط میدونیم که همین آره. موبایل. نه یه 2 روز بعد ولنتاین، فهمیدین؟ 2 روز پس تو بعد. خوب بلدی. آره 2 روز بعد ولنتاین. بعد الان چیکار دوست باید دختر بکنیم؟ داری؟ نه بابا دوست دختر کجا بود بابا، من دوست دختر کم من دارم. دوست دخترتم دیگه. بیا بخورش بیا. بابا نکن از این کار ناموسم. الان من بیام مشهد یعنی آره خدا وکیلی از شیراز پاشم بیام آره مشهد به خاطر تو. آره دمت گرم خدا به وکیل. خاطر من خیلی خوبم، یعنی همین آره. امشب بر را بیافتی بیای منو بگیری از همینجا بعد ببری امام رضا دقیق کنی، بعد ببری عقد دائم کنی. کسیشر. نه من فقط صیغه موقت میکنم اینو بهت بگم. فرق نمیکنه، فقط در ایران سرویس نبود. من موندم نگاه کن، الان ما نمیتونیم هیچ حرفی بزنیم در مورد هتل، در مورد چیز. من کسخلم بر تو هزینه کنم اون موقع. ها. آره همیشه عاشقم باشی هتل نخوای. بیا بخورش بیا. آه. کسخالی هم میشه عاشقم باشی خرجم کنی هزینه هم بدی ولی هتل نخوای. ها بگو دیگه. آره آره میشه. بیا بخورش بیا. نگاه کنم پشمام گفتی ریخت. احمق بیشور. ها من گفتی احمق بیشور. احمق یعنی چی؟ بیشور. احمق یعنی چی؟ الان ناراحت شدی؟ آره خیلی ناراحت شدم. بکیرم. من والا هیچ جور بخور. ناراحت نمیشم. چجوری ناراحت میشی؟ هیچ جور ناراحت نمیشم، به یه ورمه. آها خب بکیرم. به تخمکم. الله خدا دهن سرویس. میدونی چیه، من یه دختره بود، منظور از این که آه. اومد کدش آره ما برای شما پسره که میزنیم ساک، فهمیدی؟ شما برای چی برای ما آه. نمیخورید؟ بعد بهش گفتم میدونی چرا؟ گفت چرا؟ گفتم اول که بکش به کونت فر، چرا؟ دوما آخه شما هم نه صورتی دارید نه گلابی رنگ، هیچی ندارید، شما سیاه، مثل این میمونه که تو با نارنجک دستی زدی توی دیوار، فهمیدی؟ قیافش اون شکلیه، بعد یه چیزی اینجوری زده بیرون از سیاهی، فهمیدی؟ حالت به هم میخوره. اونو بندازی جلو سگ خیلی از نمیخوره. خودت هم باشه. بندازی جلو سگ نمیخوره، بعد تو توقع داری ما بخوریم اونو؟ واسه همونه میگی بریم هتل. میگه خب من میخوام بکنم توش. والا من نمیخوام بخورمش، که کسخالم مگه بخورمش. تو تصور کن با این چیز ظاهری که داره
تو فکر کن اونو میخوای بخوری، انگار داری میری با یه دونه پیرمرد 80 90 ساله، فهمیدی، دندوناش ریخته فلان ریخته، تو میخوای مثلا لب بگیری. خیلی هم تصور کن. خوشمزه است، یه بار امتحان کن. کس خوردی پس. آره. ولی الان چیکار کنم من نمیدونم، در مورد هر چی بخوام با تو صحبت کنم تو میگی نه، فایده نداره کلام. راجع به چی مثلا؟ من میخوام در مورد اتاق با تو صحبت کنم، در مورد تخت میخوام با تو صحبت کنم، در مورد اینکه اگه من اومدم مشهد به ما حال میدی یا نمیدی. این کس چرا؟ والا نه نمیدم. چرا نمیدی؟ باید بدی، باید بدی. نه پلم به 18 سال پلم بوده. به تخمم. اینم داداشمه. به تخم اونم هست. 19 سال داره میشه پولم بوده. خب باید نگاه کن، میگه قفلا باید باز کرد. حالا نمیخواد از جلو بدی، از عقب میدی که کسافت کاری نره که. به تو خدا خیلی پر یه ساک رویی. ریز میتونی بزنی که. والا تو خیلی پر رویی. من پررو نیستم بابا، بیشور نیستم، یه واقعیتی دیگه. چرا کسچر میگی ناموسن؟ الان فکر کردی مثلا دختر پسر با هم میرن دیت میکنن هیچ کاری با هم نمیکنن؟ اگه برام بخوری میام هتل. ای قربونت برم میام برات میخورم. اینجوری میندازمت روی صورتم نگاه کن، اینطوری برات میخورم. یالا به خدا اینجوری میزنم، اینجوری آبش بپاشه، اینطوری آبش تو میخورم. خوبه؟ نه حشری نیستم، الان من حشریم کنکش. من میخوام عموجانی بخورم. نیستی؟ عموجانی نیستم ولی خب یه شباهتی با عموجانی دارم قربونت برم. نگاه کن وقتی اینطوری باشه اگه خوشش بیاد خودش میاد، فهمیدی عزیزم؟ کسخل شدیم ناموسن. بگذاریم. ای خدا، پس هتلم جور شد. کدوم هتل بریم که شناسنامه نخواد؟ هتل بزرگ که تو منظورته، خب اینجا شناسنامه میخوان. این بده، این بده، این بده. خب خلاصه بگذاریم از این حرفا. من چیکار کنم الان؟ مشهد پاشم بیام شمارت رو بنویس که من اومدم مشهد، فقط بیام بخورمش. همینی بخورمش. والا به خدا. ولی اینجوری نیست من بیام هم موقع بریم بکنمت، فهمیدی؟ کسیشت. میریم اول یه خرید میکنیم قشنگ، من قشنگ میتیقی ببریم بهترین فروشگاه مشهد کجاست، توی شانلیز. همینی؟ برو همه جا منو مونده خرید تو هم. دیدی چه کسچری گفت؟ کسخل یه چیزی خرجت کنم، فهمیدی؟ یه 15-20 تومن، 30 تومن، 40 تومن، چقدر میخوای خرجت کنم؟ نمیشه همون پول رو بدی خرج نکنی. مشکلی نداره، من پولم بهت میدم کسخل. من میگم حالا که اگه دوست داری بریم خرید کنیم، بریم یه تن رستوران غذا رو بخوریم، بعد بریم داخل، بعد بکنمت قربونت برم. فهمیدی؟ اینطوری نمیشه. من کسخلا دیدی یارو نیومده میگه بیا بکش پایین بکنم، اونجوری فایده نداره که. همینی؟ اون کسشره. یعنی باید اول بری دختره رو بشناسی اخلاقش. خب یه کافی شاپ میریم با هم دیگه صحبت میکنیم. این حال میده وقتی ارتباط برقرار میکنیم. تو منو میشناسی، من تو رو میشناسم. خب ببین میتونی چی حال میده؟ منو ببری مثلا داری میگی بریم خرید، بعد بریم کافی شاپ، بعد پول که زدی موقع خونه که شد برام مادر جنده. او فاطمه اسمت چیه؟ فاطمه یا فاطمه؟ فاطمه این اکانت هم 2 سال پیش زدم. فاطمه کاسیا کیرم تو کاس فاطمه. کیر تو کس فاطمه. کیر تو کس فاطمه. فاطمه کیر تو کاس فاطمه. کیر تو کاس فاطمه. کیر تو کاس فاطمه.
Listen.